جان شما کنی؟ منم اینجا و کلین جان. ها شما اینجا اشترمه السلام علیکم بابا جان. و علیکم السلام. نازم شما درست شما رحمت زخ کلین نماد جان. اشتدی بابا جان. رحمت ناز رفته آمدید میکربه. شما نپرسید ما نگویم ده بابا جان. رسا همین یک لوحی کلانه سپردم. رسا مونده شدم. ای قم زنید کلین جان. من شما به باوریم کلام بود. رحمتی کلام بابا جان. حاضر نباشد لباسم عوض کرده. نان پختنم در کار، خوراک پختنم در کار. یک خانه روچین کنم. من رفتم. های کلین جان. شما رسو عجایب ده. ما شب دیدیم چه سخت لوحه به تایری دیدوسگیتونه. قریب که شب خوب نرفتیده. برای همین من خودم علکای نانو پخته ماندم. ها همین لوحه نقص سپاریده می آمدگیتونه دانسته. یک آش پلوی با مزه علکای دم کرده ماندم. روبیچین خانه ها انوی دخترم نرگیز خان علکای کرده ماند. کلین جان بابا جان چه آخر کردیتان آخر؟ و همسایه ها چی میگه؟ این کلینش عموما هیچ کار نمیکرد دست میگه. کلین جان شما عجایب دی. یک نامپزی بود است و کاری خودم کردگی و این کاری خانه همه به دخل داره. یک تا شما بنی کلین جان همین گپی همسایه های عموما گوش نکنید. بعضی ها نخ شنیدم گپ میزند، گنده شنیدم گپ میزند. اولی خدا مایه خدا ما میدونیم. گپی بعضی ها ما با عموما ضرور نه. کلین جان بابا جان رحمتی کلام. خیرت شما هستی بابا جان. من نباشد لباسم عوض کرده. یک دسترخوان راست میکنم. پرزنتاسی چه خیلی شده که همشه شما گفته میتیم. وای مایلش کلین جان. مایلش کلینم بگردم. بردارم نازتو